با درود خدمت همه شما عزیزان. خیلی خیلی خوشحالم که یک بار دیگه با یک برنامه لایو دیگه از مجموعه آوای بوف در خدمت شما هستیم. امشب در برنامه لایو امشب به موضوع مکاتب سیاسی خواهیم پرداخت. ابتدا لازم میدونم که یک مقدار در این رابطه توضیح کوتاهی بدم در رابطه با محتوای برنامه و در رابطه با موضوعاتی که توش مطرح خواهد شد. بله ممنونم. همین الان همزمان توی یوتیوب و توی فیسبوک هم عزیزان ما رو میتونند دنبال بکنن برنامه لایو رو. عرض کنم برنامه‌ای که امشب پای ریزیش رو در واقع انجام دادیم به چند دلیل بود که ابتدا لازم میدونم یه توضیح کوتاهی و مختصری در رابطه با اون بدم و بعد برنامه رو با هم پی بگیریم. یکی از مهمترین دلایلی که این برنامه رو در واقع برنامه تعاریف مکاتب سیاسی یا آشنایی با مکاتب سیاسی رو راه انداختیم بر این اساس بود که معمولاً در تمام کشورهای پیشرفته یا کشورهایی که معتقد به آزادی بیان و عمل هستند، خب یک سری تئوری هایی در رابطه با سیستم های مختلف اقتصادی سیاسی در واقع تئوری هایی گفته میشه و نقاط ضعف و قوتش رو میان میسنجن، بررسی میکنن، طرفدارانش میان از خوبیهاش میگن و به تبع اون مخالفینش میان نقد میکنن و در رابطه با اون اگر مشکلاتی داره اون رو به چالش میکشن. اما مشکل اساسی که ما در ایران باهاش درگیر هستیم معمولاً مکاتب سیاسی رو خیلی کم میشناسیم با توجه به اون محدودیت هایی که وجود داره در مسئله نشر و چاپ کتاب های مختلف و همینطور خب به هر حال یک موضوع تقریبا تخصصی هست. اما خب با توجه به اینکه اکثر ماها با سیاست و با موضوعات سیاسی درگیر هستیم، خب نیاز هست که اینها رو لااقل بشناسیم که دیگه به طور مثال یک اسم مکتب سیاسی یا یک موضوع سیاسی به عنوان دشنام یا به عنوان یک حرف ناشایست قلمداد نشه، برداشت نشه و استفاده نشه. متاسفانه توی جامعه ما خب نگاه خیلی خوبی به مکاتب مختلف غربی اولا ما نداریم. این یک مسئله بود و مسئله دیگه این که خب ما الان در ایران با یک سیستم خاصی روبرو هستیم، یک سیستم حکومتی و اقتصادی خاصی روبرو هستیم که تقریبا میشه گفت تحلیلگرانی که در این مورد تحقیق میکنن یا تحلیل انجام میدن متاسفانه همونجوری که من در مقدمه کتاب لغت‌های سیاسی عنوان کردم، متاسفانه آشنایی خیلی کاملی چون اولا با این مکاتب وجود نداره و دوما این که خب یک میشه گفت تقریبا آش شلمشوربایی هست که از هر جایی به نفع خودش بوده یک تئوری رو برداشته و داره استفاده میکنه. رو این حساب در اون کتاب هم من توضیح دادم که در واقع مانند یک فیلی هست که همون ضرب المثلی که مولوی هم استفاده کرده، مانند فیلی هست که هر کسی یه قسمت از اون رو در واقع لمس کرده و در مورد اون توضیح میده، اما متاسفانه روی این حساب خیلی کامل شناخت آنچنانی روی این سیستم ما نداریم. و موضوع خیلی مهم دیگه هم این بود که با توجه به صحبت‌هایی که در انجمن گفتگوی آوای بوف مطرح میشه، دوستان و عزیزانی که صاحب نظر هستند و اونجا مباحث رو
با هم انجام میدن و تبادل نظر میکنن. خب اختلافات زیادی هست، اما مهمتر از اون اختلافات نظرها دوستانی هستند که به من یا ادمین های دیگه مراجعه میکنن و دنبال این هستن که این مکاتب رو و اون در واقع محتوای این مکاتب سیاسی رو بشناسن و باشون آشنا بشن. رو همین خاطر ما سعی کردیم که در این برنامه به مرور به انواع مختلف مکاتب سیاسی، اون در واقع نکات مثبت و نکات منفی که دارن بپردازیم و از اونجایی که من همیشه سعی کردم که در تحت چتر یا پرچم هیچ مکتبی نباشم، همیشه سعی میکنم که مکاتب رو با دید باز بدون تعصب و بدون هیچ گونه تعلقی نگاه بکنم. روی این خاطر فکر میکنم که با هم بتونیم توی این برنامه، این سری از برنامه ها، مکاتب مختلفی رو با هم از کسانی که در این زمینه متون رو بشنویم و با هم دیگه متوجه بشیم که هر مکتبی چه ایده و فکری رو دنبال میکنه و به کدام سو میره. و این مورد و مسائل من فکر میکنم در فردای ایران آزاد که ما در واقع انتخابگر خواهیم بود، ما مردم عادی انتخابگر خواهیم بود، با چشم بازتر و با امکان بیشتر بتونیم اون نوع و شیوه از حکومتی رو که علاقمند هستیم و فکر میکنیم منافع ما رو بیشتر دنبال میکنه، میتونیم اون رو انتخاب کنیم. به هر حال ما معتقد هستیم که زمانی که ایران به یک آزادی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی برسه، ما باید انتخاب کنیم، خودمون باید انتخاب کنیم. اما قبل از اینکه اون انتخاب رو داشته باشیم، حتما باید به هر حال در این زمینه ها اطلاعات کافی داشته باشیم، مطالعه داشته باشیم و با چشم باز بتونیم اون سیستمی رو که علاقمند هستیم و فکر میکنیم که مورد طبع ماست اون رو انتخاب کنیم. امشب همونجور که مطلع هستید به کاپیتالیسم و لیبرالیسم خواهیم پرداخت. دو تا مقوله‌ای که شاید بشه در یک مقوله گنجوند و در این زمینه هم جناب انوشیروان احمدی امشب با ما خواهند بود و من سعی میکنم به عنوان یک پرسشگر در کنار جناب احمدی با هم بتونیم این برنامه رو پیش ببریم و اطلاعاتی در رابطه با این مکتب و این نگرش سیاسی، اجتماعی، اقتصادی پیدا کنیم. اجازه بدید که من جناب احمدی، سلام و درود، شب شما بخیر. من یک تصویر سیاهی دارم. خوبی؟ شب شما بخیر باشه. خیلی خوشحالم که امشب شما لطف کردید و با ما هستید در رابطه با موضوع کاپیتالیسم. زنده باشید. منم عرض سلام و درود دارم خدمت شما و همینطور همه دوستان عزیزی که امشب با ما هستن. بله، امشب همراه شما هستیم. البته من درس پس میدم، چون به هر حال شما استاد ما هستید و موضوعی که ما می‌خوایم امشب راجعش صحبت بکنیم شما قبلا راجعش نوشتید و من هم از اون کلی استفاده کردم. در واقع ما درس پس میدیم امشب. به شما عذرخواهی میکنم که من دارم این توضیحات رو میدم در پیش شما. اختیار دارید، خواهش میکنم. من سعی میکنم مثل یک شاگرد و کسی که حالا سعی میکنه که بیشتر، شما خب به هر حال میخواید نقاط قوتش رو بگید، من سعی میکنم که این به مقولات ضعفش بپردازیم، ببینیم که حالا چقدر میتونه این سیستم در واقع کارگشا باشه. خواهش میکنم. میخواید اولش یه توضیحات کوتاهی داشته باشید در رابطه با همین اصلا کلیات این مکتب. میدونم که حالا در
دنیای معاصر خب به هر حال بعد از آدام اسمیت و اینا این موضوع خیلی بولد شد و مطرح شد. اما دوست دارم هم یه تاریخچه‌ای شما ارائه بدید و همین که اصلا کلا ببینیم چی هست، چی میگه در چند جمله یا چند پاراگراف، ببینیم اصلا حرفش چی هست و بعد بپردازیم به نقاط قوت و ضعفش. حتما حتما. عرض کنم که خب همونطور که گفتید ابتدا ما یه مقدمه‌ای داشته باشیم که ببینیم راجع به چی می‌خوایم صحبت بکنیم. خب اگر دقت کرده باشید به اسمی که برای این قسمت از این سری برنامه انتخاب کردیم، گفتیم کاپیتالیسم بازار آزاد در پرتو لیبرالیسم کلاسیک. یعنی ما این معلومه که ما یه اجباری داشتیم که این رو ذکر بکنیم که بیشتر مشخص کنیم که راجع به چی میخوایم صحبت کنیم، که با این توضیحاتی که میدم متوجه میشید که چرا که کج‌فهمی‌های مختلفی و برداشت‌های مختلفی وجود داره راجع به این اصطلاحات سیاسی که همونطور که شما اشاره کردید جامعه ما خیلی کمتر باهاش آشناست نسبتاً. هنوز با برخی از واژه‌ها ما خیلی کم آشناییم، البته به سوی پیشرفت هستیم. یعنی من راجع به همین کاپیتالیسم وقتی از خیلی ها به صورت عمومی سوال میکنم دقیق نمیشناسن. اگر بگم سرمایه‌داری، بیشتر اون برداشت و مفهوم بد رو ازش دارن که خب داریم راجع به یک سیستمی صحبت میکنیم که مال یه مش ثروتمنده و قراره یه کارایی بکنن، یه چیزایی رو کنترل کنن و برنامه‌ریزی کنن. بنابراین برگردیم به واژه کاپیتالیسم. ابتدا کاپیتالیسم خب یعنی سرمایه داری. از واژه کاپیتال داره استفاده میشه، از واژه سرمایه. بنابراین مبتنی بر سرمایه است. اگر ما توجه بیشتری بکنیم که توی سیستم های اقتصادی متوجه بشیم خب سیستم اقتصادی با سرمایه سر و کار داره. یعنی باید بگیم که تمام سیستم های اقتصادی هر چیزی که باشن به نوعی سرمایه داری هستن. یعنی ما میتونیم به طور کلی ما 5 نوع نظام اقتصادی داریم به صورت کلی. یعنی این 5 نوع در طول تاریخ معرفی شده و ارائه شده و استفاده شده گهگاه. یه نوعش همون کاپیتالیسم بازار آزاده، یعنی بر اساس مالکیت خصوصیه که توی اون خب بازار آزاد همون چیزی هستش که می‌خوایم راجبش صحبت. یه نوعش مالکیت عمومی بر ابزار تولیده که سوسیالیسمه که قراره که دولت هم اختیار همه سرمایه ها رو داشته باشه و اون رو برنامه‌ریزی بکنه. یک نوع دیگه ای داریم که در واقع مالکیت خصوصی هست ولی دوره‌ایه و باز توضیح میکنم. یعنی چی؟ یعنی مثلا سرمایه ها رو هر چی که هست رو، حالا من خیلی ابتدایی میگم، تقسیم میکنن. بعد از یه دوره چون میگن که نابرابری به وجود میاد، بعد از یه دوره همه این سرمایه ها رو میگیرن دوباره باز توزیع میکنن. این هم یک نوعشه. یه نوع دیگه هم داریم که خب نوع مداخله گرایانه است که اون هم باز مالکیت خصوصی اسمن وجود داره. یعنی میگن که شما مالک زمینت هستی ولی ما تصمیم میگیریم که چی کار بکنی، چی بکاری، چی بفروشی، چی درست کنی و در واقع اختیارش دست شما نیست ولی خب اسمن مالکیت خصوصی. این انواع کلی هستش که ما میتونیم توی نظام‌های اقتصادی داشته باشیم. حالا میتونیم اینا رو به مدل‌ها و شکل‌های مختلفی اجرا بکنیم، ارائه بکنیم. همونطور که می‌بینیم سوسیالیسم در شکل‌های مختلفی تجربه شد، همونطور که می‌بینیم کاپیتالیسم در شکل‌های مختلفی تجربه شد. بنابراین این توضیح بود که می‌خواستم راجع به خود کاپیتالیسم بدم که توجه کنیم که وقتی میگیم کاپیتالیسم بازار آزاد منظورمون دقیقاً این برداشت، این نوع سرمایه‌داری هست. یعنی سوسیالیسم هم سرمایه‌داری دولتیه، اونها هم سرمایه‌داری مداخله گرایانه است. بنابراین سرمایه‌داری بازار آزاد. و در ادامه نام گفتیم در پرتو لیبرالیسم کلاسیک. چرا که اساساً
کاپیتالیسم بدون لیبرالیسم اصلا نمیتونه وجود داشته باشه. یعنی نمیتونه اون چیزی که باید باشه با اونه که شکل میگیره. یعنی در واقع ما باید بگیم کاپیتالیسم، اقتصاد بازار آزاد، جزوی از لیبرالیسمه. یکی از مؤلفه های اصلی لیبرالیسم کلاسیکه. باز هم باید بگم چرا میگیم لیبرالیسم کلاسیک، چرا باز هم یک پسوندی براش میذاریم کلاسیک رو میگیم؟ برای اینکه توی عصر جدید یه چیزی، یه ملغمه‌ای درست شده به اسم نئولیبرالیسم که از زمان اون اومدن مثلا تاچر توی انگلیس و روزولت و سیاست‌هایی که اووردن و اینها، نیو دیل بهش میگن توی امریکا، از که اونجا اومدن یه جراحی هایی کردن، یه دستکاری هایی کردن، اختیارات زیادی رو به دولت دادن، خیلی کارا انجام شد و در واقع اونا شدن لیبرالیسم های نو که در واقع بخششون طرفدار دولت قدرتمندن. حالا اونم به مرور زمان طیف های مختلفی پیدا کرده، ولی اساسا ما داریم راجع به لیبرالیسم کلاسیک، یعنی لیبرالیسم اصلی، اساس بنیان لیبرالیسم، راجع به اون صحبت میکنیم. خب توی 5 تا نظامی که ازشون نام بردم اگر توجه کرده باشید همشون بر اساس زور و اجبار هستن، بجز اون لیبرالیسم کلاسیک و کاپیتالیسم بازار آزاد. یعنی همشون یه جایی یه چیزی بعد افراد رو کنترل کنه، ولی کاپیتالیسم بازار آزاد بر اساس فردیت، بر اساس فرد و بر اساس تلاش‌های فردی هست. و البته در مورد فرد در اجتماع صحبت می‌کنیم. این رو خیلی توجه کنید چون از اینم خیلی برداشت‌های اشتباهی میشه. ما راجع به فرد تنها در بیابون صحبت نمی‌کنیم. فرد در اجتماع. بنابراین لیبرالیسم کلاسیک باید باشه که کاپیتالیسم بازار آزاد بتونه اجرا بشه. خب خود واژه کاپیتالیسم و تاریخچه‌اش تا اونجایی که من میدونم و متوجه شدم، شخصی به اسم لویی پلان از اون به اسم کاپیتالیسم نام میبره که اون هم در واقع یک یعنی در نقد بوده. یعنی میشه گفتش که دشمناش روی اون این اسم کاپیتالیسم رو گذاشتن، که میگه لویی پلان میگه که تو دهه 1850 میگه اون چیزی که من بهش کاپیتالیسم میگم عبارت است از تحصیل سرمایه به محرومیت دیگران. یعنی یه نفر ثروت رو جمع کنه به قیمت فقیر شدن بقیه. و دقیقاً این همون تعبیری هستش که بسیار ازش استفاده میشه و وقتی راجع به کاپیتالیسم صحبت میشه همیشه این در واقع این برداشت هست، این تصور هستش که ثروتمندا از بقیه گرفتن، از بقیه دزدیدن، بقیه فقیر شدن که یه نفر ثروتمند شده. انگار که فقط مثلا یک مقدار ثابتی پول و ثروت وجود داره و اون رو هر کی زورش بیشتر برسه و ورداره دیگه به بقیه چیزی نمیرسه. اما واقعیت اینه که اینطور نیست. البته یعنی دشمنای کاپیتالیسم بازار آزاد از تعبیر کاپیتالیسم برای اون استفاده کردن که میتونیم بگیم تعبیر خیلی دقیقی نیست. شاید ما اگر میتونستیم با اون لیبرالیسم یه بازی بکنیم، یه واژه اقتصادی تر توش در بیاد بهتر بود. ولی به هر حال وقتی میگیم کاپیتالیسم به صورت عمومی منظورمون کاپیتالیسم بازار آزاد. خود مارکس هم یعنی خود مارکس هم خیلی از کاپیتالیسم به عنوان یک نظام اقتصادی مشخص یاد نمیکنه. یعنی از واژه سرمایه و کاپیتال خیلی استفاده میکنه ولی از کاپیتالیسم خیلی کم استفاده کرده و منظورش خیلی یه نظام خیلی مشخصی نیست. انگلس هم همینطور، ولی انگلس باز هم در واقع انگلس هم مثل لویی پلان، اونو اینجا یادداشت کردم، مثل لویی پلان در نقد، یعنی در نقد کاپیتالیسم این واژه رو استفاده میکنه که میگه که یه طبقه تازه متولد شده توی اون زمان
که البته با لویی پلان هم دوره هستن تقریبا، یک طبقه تازه متولد شده که اینا سرمایه رو جذب میکنن و جمع میکنن نزد خودشون و در واقع اصطلاحی که به کار میبره میگه خامه و سرشیر تولید رو ور میدارن، سود رو ور میدارن و نمیذارن چیزی به کسی برسه. اونها رو جزو کاپیتالیست ها در واقع یاد میبره. اما خب میدونیم که این تعاریف در مورد کاپیتالیسم بازار آزاد اشتباهه. چرا که اینطور نیست؟ چرا که در کاپیتالیسم بازار آزاد ثروت تولید میشه و نفع به همگان میرسه. حالا من صرفا نمیخوام در طرفداری این اندیشه صحبت کنم. مسلما که من طرفدار این اندیشه هستم و مدافعش هم ازش دفاع میکنم، ولی اینجا من منظورم معرفی حقیقی این اندیشه است، این ساختار هست، تا بتونم حداقل به اندازه دانش خودم اون کشف‌فهمی‌های عمومی که وجود داره رو روشن بکنم راجع به این. بسیار عالی. انوش جان، میخوام یه مقداری برنامه رو عمومی ترش بکنیم، چون ما قرار شد که برای در واقع همه خودمون برنامه رو داشته باشیم، یعنی همه ما بعد از این سری برنامه هایی که درست میشه و پخش میشه، در واقع یه جایی وقتی شنیدیم کاپیتالیسم یه دفعه مثلا چیز نشیم که این در مورد چی حرف میزنه، بعد یه دفعه ما تازه بگیم من باید برم ببینم کاپیتالیسم چیه تا بعد بیام بقیه حرفتو بشنوم. روی این حساب خیلی دوست دارم که ابتدا اصلا بپردازیم به اینکه اصلا یعنی چی، یعنی چه چیزی، چون حالا از اون بدوش که اون ابتداش که این یه جای پایه‌گذاری شد یا مطرح شد، بر اساس 4 تا فکر میکنم 4 تا پایه استوار بود. اینکه اول که مالکیت خصوصی رو کامل به رسمیت میشناسه و آزادی مبادله رو، اینکه هر کسی آزاده هر چیزی خواست بخره، هر چیزی خواست بفروشه و اینجا هیچ کسی نباید دخالت کنه توی اون بحث، و رقابت، اینکه رقابت آزاد، هر کسی که بهتر بود اون موفق تره. خب این پایه های در واقع ابتدایی که اصلا بدونیم این مکتب چی میگه، این در واقع این ما اسم رو داریم ولی نمیدونیم مال کی هست. الان میخوایم بگیم که این شخص کی هستش. و یه مورد دیگه هم عدم دخالت یا محدود بودن دخالت دولت در بحث مهم اقتصاد هست. یعنی در واقع یه جورایی وظیفه دولت بیشتر به جای این که بخواد مثلا مثل چیزی که ما میشناسیم، به جای اون وظیفه اصلیش این باشه که حفظ امنیت سرمایه کنه توی بازار، حالا چه بازارهای خرد و چه بازارهای کلان. حالا این چیزیه که در اون ابتدا میشه در ساده ترین حالت ممکن این موضوع رو توضیح داد. دوست دارم یه مقدار گسترده تر و باز هم ساده تر، یعنی به شکل ساده ای که همه ما در واقع یاد بگیریم پیش بریم، این رو باز بکنیم، ببینیم این مواردی که هست در واقع چطور میخواد این کار رو انجام بده و چرا این در واقع آزادی ها رو دوست داره که توی جامعه یا توی اون سیستمی که میخواد اداره یک مملکت یا کل دنیا رو عهده‌دار بشه داره انجام میده. دوست دارم این موارد رو بیشتر بپردازیم تا بازتر بشه خود کلمه و معنیش. حتما. خب من تا اینجا خواستم یه اشاراتی بکنم به خود این اصطلاح تا یه ذره تکلیف معنی اصطلاح رو روشن بکنم. ببینید، ما گفتیم کاپیتالیسم با لیبرالیسمه. ببینید، در واقع کاپیتالیسم یک نظام اقتصادیه، یک سری قوانین رو، یک سری روش رو مشخص میکنه و لیبرالیسم روح اونه، در واقع فلسفهشه، در واقع بر پایه لیبرالیسم. ببینید، وقتی میگیم لیبرالیسم من خودم براش 10 تا مؤلفه در نظر میگیرم، میگم این لیبرالیسم
لیبرالیسم حقیقیه که این 10 تا رو ما توش رعایت کنیم، این 10 تا رو توش داشته باشیم. یعنی هر جایی که اینا بود میتونیم بگیم این جامعه، این سیستم لیبراله، کاپیتالیستیه. و اگر نبود نیست. چیه اونها؟ اساسی ترینش آزادیه. آزادی یعنی من حالا اینجا آزادی رو به صورت کلی دارم چیز میکنم، یعنی آزادی فردی، فرد صاحب و مالک و جان خویشه. یکیش مالکیت خصوصیه، یعنی این مالکیت خصوصی خودش خیلی گسترده است، یعنی صرفا مالک زمین، مالکیت بر زمین و ابزار تولید نیست. مالکیت فرد بر تلاش و کار خودش، بر همه دارایی‌های خودش، بر محصولی که تولید میکنه، اون چیزی که به دست میاره، همه اینها در تجارتش. مؤلفه دیگه‌ای که براش در نظر میگیریم اون نگاه شک‌گرایانه به حکومت و به قدرته که ما باید در واقع کنترل کنیم، شفاف باشه عملیات دولت و دولت محدود البته. یکی دیگهش حاکمیت قانونه، یعنی اساساً باید دموکراسی وجود داشته باشه تا لیبرالیسم و کاپیتالیسم بتونه بروز و ظهور کنه. یعنی حاکمیت قانون. ببینید صرفاً حکومت قانون نه، من مقاله‌ای هم راجع به این موضوع نوشتم. وقتی ما میگیم حکومت قانون، خب قانون یاسای چنگیزخان مغول هم یک قانونه، حمورابی هم یک سلسله قانونه، میتونه اون حکومت هم حکومت اون قانون بوده. ولی وقتی میگیم حاکمیت قانون، درسته اینا هم معنی هم، ولی از لحاظ استعاری این معنی رو در ذهن ما در واقع متبادر میکنن که منظور ما حاکمیت قانون مدرن دموکراسیه، حاکمیت قانون مدنی، حاکمیت قانونی که بر اساس حقوق بشر. مؤلفه دیگه جامعه مدنیه، یعنی لیبرالیسم و کاپیتالیسم باید جامعه مدنی وجود داشته باشه که بتونه بروز و ظهور کنه. این جامعه مدنی یعنی نهادهای داوطلبانه، یعنی جامعه آزاد باشه، نهادهای داوطلبانه مختلفی رو درست بکنه. نمودهای مختلفی داره. یکی دیگه از این نمودهای یکی از دیگه از مهمترین نمودهای کاپیتالیسم و لیبرالیسم، البته من اینو بس میدم و توضیح خواهم داد، سادهش میکنم، نظم خودانگیخته است. یعنی همون که ما بازار رو آزاد بذاریم تا خودش کار بکنه و خودش پیشرفت و توسعه رو حاصل بکنه. یعنی حالا راجبش توضیح خواهم داد، راجب خودانگیخته بودن نظم بازار. یکی دیگرش همون بازار آزاده، یعنی تجارت آزاد به صورت کلی، تجارت مبادله باید آزاد باشه که این خیلی خیلی مهمه. یعنی حالا من برمیگردم به ابتدای تاریخ و توضیح خواهم داد که چرا مالکیت خصوصی و تجارت آزاد و اینها چقدر اهمیت داره، چقدر اهمیت داشته توی متولد شدن و پیشرفت تمدن بشری. بعدیش مدارا و رواداریه که یکی دیگه از فضیلت‌ها و اساس‌های لیبرالیسم و کاپیتالیسمه که ما کاری نداشته باشیم. اگه میخوایم با یکی تجارت کنیم کاری نداشته باشیم، مسلمان یهودی با خداست بی خداست. اگر میخوایم توی جامعه زندگی کنیم بذاریم افراد عقاید مختلف و مخالف با ما هم داشته باشن، اونها رو اظهار نظر کنن همونطور که ما حق داریم. یکی دیگه از اساس‌هاش صلح که راجع به همه اینا توضیح خواهم داد. صلح یکی دیگه از اساسهای لیبرالیسم و کاپیتالیسمه. صحبت‌های زیادی میشه وقتی مثلا راجع به سرمایه‌داری صحبت میشه، میگن که توی غرب مثلا انگلستان برای ده‌ها سال، صدها سال یک کشور استعمارگر بود. همه قدرت، یعنی همه قدرت‌هایی که وجود داشتن استعماری بودن. پرتغال، اسپانیا، انگلستان، فرانسه، دانمارک، نمیدونم سوئد، اینا همه مستعمره میرفتن. اسمکش بلژیک، اینا همه میرفتن مستعمره میگرفتن تو هر سرزمین‌های مختلف. سر این مستعمره ها با هم دیگه جنگ و دعوا میکردن و همه اینها رو به سرمایه داری ربط میدن. وقتی میگن یعنی این سرمایه داری بوده و با خیلی چیزها هم توجیه میشه که حالا توضیح خواهم داد که مثلا دنبال بازار بودن، دنبال مثلا منابع بودن، منابع ارزون و مجانی، دنبال اینجور چیزها برای انباشت سرمایه و اینها که
اینا همه در واقع مخالف اصل بنیانی و اساسی لیبرالیسم و کاپیتالیسمه. چرا که تا صلح نباشه که تجارت آزادی وجود نداره. یعنی صلح باید وجود داشته باشه که ما بتونیم تجارت کنیم با همسایه‌مون، با همشهریامون و با سرزمین‌های دیگه. اگر در جنگ باشیم تجارت آزاد نمیتونه وجود داشته باشه و وضعیت جنگی میشه که اقتصاد مختص خودشو داره. و آخرین مورد هم دولت محدوده که وظایف دولت رو باید مشخص کنیم و محدودش کنیم به چیزهای خاصی که بنیانهای اساسی ماهیت دولت رو تشکیل میده که حفاظت از آزادی‌های فردی و دارایی‌ها و ثروت مردم و امنیت و یک سری کارهای کلی دیگه‌ای که کس دیگه‌ای ازش بر نمیاد، یعنی کاری که دولت باید انجام بده. خب این 10 تا مؤلفه‌ای که گفتم به صورت کلی اینها بنیان‌های لیبرالیسم و کاپیتالیسم هستن. یعنی یه جایی که داشتم میگفتم 100 سال پیش انگلستان میرفته استعمارگری میکرده، این لیبرالیسم و کاپیتالیسم نیست. اینا رو دولت‌ها انجام میدادن، حکومت‌ها حمله میکردن، حکومت‌ها دخالت میکردن. این محصول در واقع تجارت آزاد و محصول لیبرالیسم به عنوان یک نظام سیاسی و اخلاقی نیست. چرا که لیبرالیسم بر اساس اخلاق بنا شده. این خیلی نکته مهمیه. یعنی پدر لیبرالیسم که جان لاک باشه فیلسوف اخلاقه و ما باید به همه این نکات توجه کنیم که تمام این معیارها بر اساس احترام به حقوق فردی انسان هاست، بر اساس شناخت انسانه. خب اگر سوالی دارید که بگید، من اگر صحبتی هست بگید، اگر نیست خب من آره، نه چون من حواسم یک سره به ساعت هست که ساعت وقت برنامه‌مون رو تنظیم کنم که بتونیم لااقل با هم دیگه چند تا مورد رو بتونیم با هم پیش ببریم که هم اون در واقع سوالاتی که توی ذهن من یا ذهن دوستان دیگه هست و انتقادهایی که هست به اونها هم بتونیم پرداخته باشیم. تقریبا یه نیم ساعت از برنامه گذشته. خب ما الان درسته توی تئوری خیلی حرفای قشنگی زده میشه، یعنی هر مکتبی به هر حال در ذات خودش یک ایدئولوژی داره و اون ایدئولوژی زمانی که بتونه به اون قدرت و نیروی فعال خودش برسه، خواه ناخواه به هر حال چهره دیگری هم از خودش نشون میده. به طور مثال ما الان داریم میگیم آزادی. اولا که خب آزادی خیلی معانی خیلی گسترده و مختلفی داره. حتی نقل هست که میگن امام حسین گفتش که اگر دین ندارید آزاده باشید، ولی خب کسی نمیاد بگه که تو صحرای عربستان منظور ایشون از آزادی چی بوده. آیا مثلا دموکراسی بوده، آزادی رأیگیری بوده، آزادی آمریکا بوده، آزادی اروپا بوده؟ به هر حال این کلمه آزادی یا آزادگی به هر حال کلمه قشنگیه و هر مکتبی هم که ما میریم سراغش میگه آقا آزادی هست، نمیدونم رفاه هست، همه چی هست. ولی خب در کنار این تعاریف یه مقدار انتقادهایی هم هست. خب درسته که به هر حال سرمایه‌داری همیشه یک بعد سازنده خیلی خوبی داشته، این انکارناپذیره، اما در کنار این پیشرفت و مولد بودنش به هر حال ما می‌بینیم که این آزاد بودن و اقتصاد محور بودن یه جورایی میشه گفتش که موجب خیلی از اشکالاتی شده توی دنیا به لحاظ انسانی. خب جایگاه انسانی وقتی بحث اقتصاد میشه، بحث سود میشه، میگن از برادرش هم نمیگذره سر پول، چی از پول نمیگذره حتی اگه برادرش باشه طرف. به هر حال این چیزیه که ما باش درگیر هستیم، یعنی این اژدهای درونی انسان ها در ولع و طمع به دست آوردن اقتصاد رو خب در همین آزادی هایی که شما در این سیستم اقتصادیش بیان میکنید
منجر میشه که دولت میاد چیکار میکنه. دولت گفتیم یکی از وظایفش اینه که حفظ سرمایه ها، یعنی وظیفش اینه که به هر حال اون چیز کنه دیگه، بازار رو نگه داره، به نفع بازار، به نفع اقتصاد فقط فعالیت میکنه، اون منافع اونها رو در نظر میگیره. خب ما دیدیم و خواهیم دید قطعاً که این آزادی های بدون محدودیت یا بدون یه جورایی میشه گفتش که مرز باعث میشه که یک سری کشورهایی برای حفظ منافعشون، خب تو آمریکا اون در واقع اونایی که ساکنین خود آمریکا که دیگران رفتند و با همین بحث لیبرالیسم و کاپیتالیسم که به امپریالیسم منجر میشه در خیلی از موارد، خب اونجا در واقع نسلی رو نابود کردند. یه جورایی میشه گفتش که اون بومیان آمریکا رو تقریبا نابود کردن. به غیر از اون خب ما میبینیم که کارتل هایی به وجود میاد و سیستم های اقتصادی تو دنیا به وجود میاد و اینها در زیر سایه لیبرالیسم و در زیر سایه کاپیتالیسم توجیه پذیره، ولی خب خواه ناخواه جان انسان ها، اون فرهنگ ها، اون منابع کشورها به سرقت میره، نابودی ها به وجود میاد، کودتاها به وجود میاد خواه ناخواه. خب اینها چطور به لحاظ همون اخلاقی که شما فرمودید میتونه توجیه پذیر باشه؟ بله، خیلی موارد خوبی رو اشاره کردید، من حتما توضیح میدم. ببینید، همونطور که گفتم ما بعضی از چیزها رو، مثلا بعضی از کارهای دولت‌ها رو داریم به اقتصاد بازار آزاد و لیبرالیسم ارتباط میدیم. ببینید مثلا امپریالیسم یک چیز پیشا کاپیتالیستیه در واقع برای کاپیتالیسم مدرن. چرا؟ برای اینکه اون اقتصاد مرکانتیلیستی داشته، یعنی اقتصادی که دولت مستولی بوده، دولت تسلط و اختیار داشته و دولت این تصمیمات رو میگرفته. اینو ما نباید بندازیم گردن بازار. ببینید ما باید بشناسیم که تجارت آزاد چطور کار میکنه، چه جور فرآیندیه، چرا میگیم اخلاقیه، چرا میگیم به نفع هم است، آیا استدلالی پشتش هست، یا مثلا اینکه همین تراست و انحصاری که گفتید، کارتل هایی که گفتید شکل میگیره. خب بیاین ببینیم اینا واقعا توی تجارت آزاد واقعی میتونه شکل بگیره یا اساسا نه. من فکر میکنم از همون انحصار شروع کنم تا فرایند کاپیتالیسم رو بهش اشاره کنیم. ببینید توی کاپیتالیسم و تجارت آزاد اساسا انحصار نمیتونه شکل بگیره. انحصار کجا شکل میگیره؟ جایی که رقابت نتونه شکل بگیره. انحصار رو دولت‌ها به وجود میارن، دخالت دولت هاست که میان یه چیزی رو محدود میکنن، جلوی ورود یه چیزی رو میگیرن، به یه کالای گمرکی میبندن، تولید رو سخت میکنن، یه سری کارا میکنن، اینها انحصار به وجود میاره. اینو نمیتونیم ربطش بدیم به بازار آزاد و کاپیتالیسم. کاپیتالیسم به بازار آزاد انحصار به وجود نمیاره در هیچ نوعی. چرا؟ یه انحصارهای موقتی هست، یه انحصارهای خاصی هست در مثلا در رأس و لبه تکنولوژی. ببینید اصلا کار بازار آزاد و تجارت آزاد چیه؟ ویژگیش چیه؟ چرا پیشرفت ها رو، این همه چیزهایی که داریم الان محصول کاپیتالیسمه؟ چون رقابت وجود داشته. رقابت وقتی وجود داره شما باید بهترین کالا رو با بهترین قیمت به دست همه برسونی. یعنی باید یک نوآوری بکنی، باید خلاقیت داشته باشی، باید کالایی که ارائه میدی یه چیزی داشته باشه، یه چیز بهتری داشته باشه برای ارائه، یه در واقع نیازی رو برطرف کنه، یه احساس خوشایندی رو به وجود بیاره برای مشتری تا اون رو بخره، وگرنه نمیخره. شما حالا هر جوری که این تجارت رو توش دست ببری یا دخالت کنی انحصار به وجود میاد. چون وقتی که آزاد هست، اگر ما فرضاً توی داخل نمیتونیم ماشین خوب تولید کنیم، خودرو خوب نمیتونیم تولید کنیم، فناوریشو نداریم، تکنولوژیشو، حالا هرچی
به هر دلیلی نمیتونیم خودروی خوب تولید کنیم، ولی محکوم شدیم به این که خودروی داخلی دولتی عمومی رو حتما بسازیم و حتما سوار شیم، در صورتی که میتونیم با خیلی خیلی کمتر از این قیمت‌ها بهترین ماشین‌های دنیا رو سوار بشیم. یعنی این آدمای بیچاره‌ای که الان تو خیابونای ایران پراید سوارن، خیلیشون کارگر و کارمندای عادی ان، میتونن بنز و بی ام و پورش سوار باشن. چرا نیستن؟ به خاطر اینکه قراره که ما خودرو دولتی و عمومی داخلی تولید کنیم و این همه اثرات دخالت دولت توی اقتصاد. اگر که ما نتونیم، از بیرون خودرو وارد میشه. اگر نتونیم رقابت بکنیم، یکی دیگه از بیرون میاد و این نفعش به همه است. یعنی اون چیزی که بهترین کالا با بهترین قیمت و به صرفه ترین قیمت به دست همگان میرسه. خب جناب ما احمدی، دوست دارم عذر میخوام که صحبتات قطع میکنم، دوست دارم برگردیم دوباره به همون قسمت تا این مشکل رو اول حل کنیم، بعد ادامه بدیم موضوع رو. اینکه اصلا اولا نقش دولت توی سیستم لیبرالی چی هست؟ چه وظیفه‌ای داره اصلا اصولا دولت هست نیست و اگر هست چه وظیفه‌ای داره؟ سوال خیلی خیلی خوبیه. بله دولت هست. ببینید، حالا من خودم یک نظر شخصی آینده نگرانه دارم در مورد وجود و ماهیت دولت. یه نظر کلی دارم که مختص، یعنی نظری که الان دارم میدم دیدگاه لیبرالیسم و کاپیتالیسم به دولت معلومه که باید وجود داشته باشه، ولی ماهیت وجود دولت چیه؟ چرا به وجودش میاریم؟ برای اینکه خدمتگزار جامعه باشه، یک سری کارا رو بکنه که جامعه نمیتونه انجام بده. دولت باید یعنی ما میایم یه سری اختیارات رو میدیم به دولت، از خودمون سلب میکنیم. مثلا اختیار زورگویی رو از خودمون سلب میکنیم میدیم به دولت، اختیار خشونت رو میدیم به دولت. چرا؟ برای اینکه خودمون اون رو انجام ندیم. یعنی اگر مثلا یه نفری اومد مثلا منو زد، یه چیزی از من دزدید، من بتونم از طریق سیستم دولت اقدام بکنم و حقمو بگیرم. اگر یه نفر اومد دارایی منو گرفت، من میتونم از طریق دولت، یعنی دولت حافظ حقوق و آزادی‌های فردی باشه و شرایطی مطلوبی رو به وجود بیاره که تجارت آزاد جریان داشته باشه و این مبانی که گفتم همه در واقع تامین و تضمین بشه. مثل باز دوباره برمیگردیم به همون قسمت اول سوالم، یعنی دوباره یه دوری داریم میزنیم که اون اشکال هنوز سر جاشه. اشکال چی سر جاشه؟ اجازه بدید من توضیح بدم. اشکال مثلا اشکال درست شدن انحصار سر جاشه. ببین یه بحثی که هست، همون که تو سوالم هم مطرح کردم، ببین دولت به هر حال تو سیستم لیبرالی دولت وظیفش حفظ و حراست از در واقع سرمایه و بازار دیگه. و اینجا شما میگی خب یه نفر خلاقه میاد میتونه و به هر حال بازار رو دست میگیره. مشکل ما تا اینجا حله، اما بعد از اون مشکل به وجود میاد که شما میندازی گردن صرفا فقط دولت، ولی در واقع خود همون سیستم هست اون که این اجازه رو میده که برای اون آدم اون انحصاری که برای اون آدم خلاقه به وجود میاده رو منظورتونه الان؟ ببین منظور من اینه که ببین یه به هر حال خلاقیتی ایجاد میشه و توی بازار یه موفقیتی کسب میشه، این درست، یه پیشرفتی حاصل میشه. آفرین. و بعد ادامه ماجرا ما میبینیم که خب به هر حال یک حالا اسمش رو نمیشه خیلی ساده گفت، مثلا حقه های اقتصادی، حیله های اقتصادی که به مرور منجر میشه به همون بحث کارتل ها، تراستا و موضوعاتی که به وجود میاد. خب دیگه نه دیگه، یکی از کارهای دولت جلوگیری از این است. ببینید این که مثلا خب این که در تضاد با همون چیز وظیفه دولت میشه اینجا. نه دولت قرار نیست بیاد در اقتصاد دخالت بکنه. ببینید چرا که دارن اونا نقض قوانین و نقض حقوق میکنن. ببینید شما فرض کنید که ببینید یه انحصاری وجود داره در لبه تکنولوژی. اون کسی که داره یه کاری رو انجام میده که تا حالا هیچکی انجام نداده. مثلا طرف یهو میاد مثلا موبایل درست میکنه که تا حالا نبوده.
درست. تازه اون انحصار هم نمیتونه نگه داره، یعنی بلا فاصله تولید کننده دیگه مشابه اونو با قیمت مطلوبتر میسازن، ولی مثلا باز میاد همونو، یعنی یه چیزایی میاد توی اون لبه است، یعنی همیشه سعی میکنه که توی اون لبه باشه، اگه نباشه بقیه جاشو میگیرن، رقبا هم منافع نیستن. حالا شما میگین بیایم فرض بگیریم که مثلا اون کسانی که ثروتمند میشن، سرمایه‌دار هستن، اون انحصار در لبه تکنولوژی دارن، میان مثلا با قدرت اقتصادی که دارن، فکر می‌کنم منظورتون اینه، تأثیر میذارن توی بازار، میان مثلا یه کارایی میکنن، یه حرکتایی میکنن، میان با کسای دیگه ممکنه که چند تا سرمایه‌دار با هم دیگه جمع بشن، یه توافقاتی با هم بکنن، بگن که مثلا فلان کارو ما انجام بدیم که فلان کالا قیمتش بره بالا، فلان چیز و کالا رو ندیم توی بازار. ببینید چنین چیزی مقدور نیست، چون دقیقاً کار دولت و با این دخالت دولت در اقتصاد نیست. ببینید دولت داره میاد اینجا چون اونا دارن تجارت آزاد و مختل میکنن، اونا دارن در چرا واقع مختل مثل میکنن؟ اینم به هر تیم‌داری که حال توی ایران، خلاقیت دیگه. این هم یه قسمتی نه از خلاقیت، خلاقیت، هیچ خلافی هم انجام نمیدن به لازم اون قوانینی آخه که ببینید هم منافع نمیتونن باشن ثروتمندا، یعنی اون کسایی که ببینید مثلا شما نمیتونید مثلا الان مثلا سازنده های ماشین هم منافع نمیتونن باشن، سازنده هایی که خود کالاهای مشابه تولید میکنن نمیتونن هم منافع باشن، اینا منفعتشون اینه که بتونن از دیگری کالای بهتری و به صرفه بیشتر، یعنی بیشتر تولید کنن و بیشتر بفروشن، مخاطب رو بیشتر جذب خودشون بکنن، مشتری رو. چطور جذب این میکنن؟ تا یه جایی قبول دارم این با حرف رو که میاد میرسه. قیمت مناسب و کالای خوب، یعنی باید نیاز خوبی رو، بعد احساس رضایت رو در اون برای اون مشتری جلب کنن و اون مشتری داوطلبانه، یعنی ببینید که ویژگی‌های اساسی لیبرالیسم و کاپیتالیسم اینه که داوطلبانه است همه چی. نمیتونن چند نفر ثروتمند با هم دیگه جمع بشن یه کارتلی رو درست بکنن، چون این کارتل با دخالت دولته، یعنی با تبانی با دولت و اینها میتونه درست بشه، وگرنه اگر دولت لیبرال باشه، همون اتفاقی که الان داره میفته. ببین الان تو خیلی کشورهای غربی، حتی توی امریکا، ما وضعیت تجارت آزاد و کاپیتالیسم مطلوبی نداریم، یعنی حتی تو شاخص‌های آزادی اقتصادی هم نگاه کنیم، مثلا ایالات متحده جزو 16 17 شاید باشه، مثلا اقتصادهای اسکاندیناوی جزو چند تای اول هستن، آزادترین اقتصادها هستن. مثلا توی امریکا ما میبینیم مثلا همین بیل گیتس و نمیدونم زاکربرگ و اینا که خیلی ثروتمندن، میبینیم که چقدر با دولت سعی میکنن ارتباط داشته باشن، سعی میکنن با یک طیفی لینک بشن، سعی میکنن که، یعنی شما اگر مثلا ببینید چقدر اینا مهمونی میرن توی کاخ سفید، اینا همه منجر میشه که اون کارتل ها شکل بگیره، انحصارها شکل بگیره، گمرکی ها شکل بگیره، تعرفه های بیجا شکل بگیره. توی اقتصاد آزاد گمرکی بیجا نمیتونید ببندید، نمیتونید ورود کالای خارجی رو به این بهانه که داریم داخل تولید میکنیم از تولید داخل حمایت کنیم، جلوی کالای خوب خارجی رو با قیمت مناسبتر بگیرید، نمیتونید این کار رو بکنید. اون انحصار و کارتلی که شما دارید میگید با دخالت دولته که فقط ممکنه. در سیستم کاپیتالیسم آزاد اینا تضاد منافع دارن، نمیتونن با هم واخه دیگه. وظایف دولت همینه دیگه، به هر حال وظیفه‌ش حفظ امنیت سرمایه‌دار و سرمایه و بازار دیگه. مشکل اصلی اینجاست که تا یه قسمتی وظیفه‌ش حفظه. ببین وظیفه‌ش حفظ شرایط تجارت آزاد و حفظ مالکیت خصوصیه، قرار نیستش که درسته. چون معذرت میخوام، چون میخوام که تقریبا 10 دقیقه تا آخر برنامه داریم، میخواستم برنامه من یک نکات ساعته زیادی داشته دارم که باشه. بگم هنوز. آره. من خودم هم کلی سوال دارم و کلی اشکال دارم، حداقلش یه 35 تا مورد دارم که به خیلیاش بتونیم برسیم، ولی دوست دارم که لااقل این موضوع رو کامل انجام بدیم. میتونیم یه سری برنامه‌های دیگه دوباره داشته باشیم که بیشتر در این خب مورد ببینید صحبت بکنیم. آره، بله آقای قیداقی، من یه پیشنهادی دارم. ببینید من راجب از دولت، ماهیت دولت، وظیفه دولت، اینکه اصلا دولت باید چی باشه چی نباشه، چه مشخصاتی داشته باشه، چه جور قوانینی داشته باشه،
اینجور چیزا رو من فکر میکنم که باید بذاریم برای یک برنامه مستقل، یعنی مفصل راجعش صحبت کنیم، چون بحث طولانی هست. درسته، چون آخه اگر اشاره کردیم به بحث همون به وجود اومدن سیستم های امپریالیستی که شما گفتی قبلش و بعد، چون ما تا به هر مکتبی میخوایم برسیم میگن حالا فعلا در دوره گذار به اون مطلوبش که رسید تو فلان کشور مطلوبش اجرا نمیشه، تو فلان کشور هنوز تو دومین مرحله است، سومین مرحله است. بعد به خاطر همین ما گیج میشیم، یعنی ما کسایی که به صورت خیلی ساده و ابتدایی میخوایم چیزا رو یاد نه بگیرن گیج میشن. بله من بله تو همین مسئله دوست دارم بمونیم، تو همین بحث همین امپریالیستی که به وجود میاد، چون اصلی ترین اشکال همینه که اولا که یه جورایی مستعمره ایجاد میشه و همچنین حقوق انسان ها نابود میشه با این سیستم، با این سیستم اقتصادی. خب دوست دارم بیشتر اینو ببینید جمع‌بندیش همین بکنیم تا به یه نتیجه برسونیمش. خب ببینید همین دقیقا خودتون پاسخ رو دادید. شما دقیقا دارید میگید حقوق انسان ها داره نقض میشه، مستعمره داره، استعمارگری داره به وجود میاد. خب اینا مخالف مبانی لیبرالیسم، یعنی مخالف اون چیزیه که ببینید یه اندیشه‌ای داریم، ما یه ایده‌ای داریم، یه سری مشخصات داره. خب یه سری مشخصات و معیارها داره. ما میگیم آقا این 10 تا معیارهای لیبرالیسم و کاپیتالیسم. مثلا ما داریم میگیم که آقا توی سیستم اقتصاد کاپیتالیسمی، حالا برای مثال نمیخوام بحث منحرف کنم، مثلا قیمت ها توی بازار کشف میشن، تعیین نمیشن به توسط یه هیئت قیمت و هیئت نمیدونم رقابت و توسط دولت یا هر چیز دیگه ای. اینا قیمت ها بر اساس شرایط بازار، بر اساس عرضه و تقاضا و خرید و فروش هایی که وجود داره، رفتار مشتری ها، این قیمت ها بالا پایین میشن. این یکی از، یعنی حالا اقتصادی که توی جامعه‌ای که این وجود نداشته باشه قیمت ها تعیین بشن، یعنی کاپیتالیستی نیست. تمام. خب بسیار. حالا یه سری حرفا میزنن ببین این حرفا رو ما راجب سوسیالیسمه که یک ایده انتزاعی کاملا ذهنی موهوم رو در نظر میگیره، میگن آقا این انقدرش اجرا نشده، این موقعش نشده بود. ببینید نمیتونید، کاپیتالیسم اونجوری نیست. کاپیتالیسم یه سری معیار داره، میگه آقا تجارت باید آزاد باشه، اقتصاد چون اینجوری کار میکنه، حقوق آخه فردی باید محترم شمرده بشه. یعنی اگر شما به مالکیت خصوصی احترام بذاری و لیبرال باشی، نمیتونی بری یه کشور دیگر رو بگیری، مال و اموالشون رو بگیری، زمینشون رو بگیری، چون به مالکیت خصوصی احترام میذاری، داری حق اونا رو نقض میکنی. چرا اینا نقض میکنه وقتی خب میخره؟ چرا نقض میکنه؟ نه، اگه بخره نقض نکرده. مستعمرش میکنم. میدونی مشکل اصلی دقیقا همینجاست. خب من نه نه این نه نه علت این که شما گفتی اون میگه میخره بعد امپریالیسم، از مستعمرش میکنه نمیشه. نه ببینید میخره بعد. اجازه بده میخره. میدونی مشکل اصلی ما اینجاست. این متوجه یک شدم. سیستمی به وجود میاد که خورده سرمایه داری رو از بین میبره، خواه ناخواه. وقتی رقابت خیلی لجام گسیخته‌ای به وجود بیاد، خورده سرمایه داری تقریبا از بین میره، چون نمیتونه رقابت کنه. رقابت هم سالمه، میگه آقا تو هم میتونی بیا، ولی خب نمیتونه و تقریبا از بین میره، چه بخوایم چه نخوایم. که این باعث به وجود اومدن تراستا و کارتل ها میشه. خب تا اینجای کار خب اولا که در داخل مجموعه است، خارج از مجموعه نرفتن، همونجاست. اما از اینجا به بعد خب تورم تولید به وجود میاد و مواد خام کم میشه تو همون کشوری که هستن و خب یه دفعه تولید کننده میگه که خب من تورم تولید دارم، مواد خام کم دارم، چه کار کنم؟ برم از جای دیگه تامین کنم. این که میره از جای دیگه تامین میکنه، خب ابتدا شاید خیلی راحت بره و همین چیزهایی که ما تو تمام سیستم ها دیدیم، چه تو آفریقا دیدیم، چه تو آمریکا دیدیم، چه تو هند دیدیم، همه جا دیدیم و یواش یواش خواه ناخواه این به وجود میاد، به خاطر اینکه شما هیچ قانونی ببینید نداری که بگی. درسته. ببینید بعضی از مطالبی، ببخشید من بین کلامتون پریدم، خیلی از مطالبی که شما دارید میگید درسته، ولی اون چیزی که دارید شما ازش صحبت میکنید کاپیتالیسم بازار آزاد و لیبرالیسم نیست. ببینید اینکه یکی بره یه جایی رو مثلا بگه با این اسم که ما مواد اولیه میخوایم، مواد اولیه رو باید تبادل بکنی،
نمیتونی بری به زور ازش بگیری. این که میری به زور ازش میگیری دیگه حرکت لیبرالیستی و کاپیتالیسم به بازار آزاد نیست دیگه، تو تجارت آزاد نکردی. یعنی خب مواردی مانع که این شما کار دارید، چی شما میگید هست؟ که چه شما مرجعی این رو مانع میشه؟ ببینید همون موقعی هم که این اتفاقات میافتاد، این اتفاقات به اسم این بود که ما میخوایم منابع اولیه داشته باشیم و فلان و اینا، چون اینا اصلا توجیه اقتصادی نداشته این کارها. استعمارگری حتی از قدیم الایام بیشتر توجیه سیاسی و داستانهای قدرت و اینها داشته. یعنی حتی از امپراتوری‌های قدیم که ما نگاه میکنیم میبینیم روم و نمیدونم فلان و اینا ما هم میرفتن یه اقتصاد سرزمینی سنتی رو. بوده دیگه. خب نه کلا میخوام بگم ما ویژگی استعمارگری اینه، میرفتن یه جایی رو میگرفتن، حالا میخوان از اونجا از اون استفاده کنن، از چیزایی که اونجا داره برای خودشون به نفع خودشون استفاده کنن. حالا اول بیان از اون محافظت بکنن، کلی هزینه باید بکنن که از اونجا محافظت بکنن. حالا باید بیان جاده بکشن، حالا باید بیان حمل و نقل درست کنن، حالا باید بیان یه سری چیز اونجا درست کنن، کلی هزینه باید بکنن. واسه همین در آخرش می‌بینید که نیاز به هزینه بیشتر داره که این استعمار مستعمرش رو تامین کنه، میره یه جای دیگر رو میگیره. همون کاری که انگلستان میکرد، انقدر فربه شده بود هزینه بزرگیشو نمیتونست بده، میرفت یه جای دیگر میگیره. مثلا من گفتم چند روز پیش، خیلی جالبی که این مورد تمسخر دوستان چپ ما قرار گرفت، من گفتم که آقا هزینه‌ای که انگلستان، بزرگترین مستعمره انگلستان هندوستان بوده، گل سرسبد مستعمره بوده که خیلی هم بهش مینازید و اینا. حتی توی هندوستان که یه مدت خیلی طولانی داشتتش انگلستان، حتی توی اونجا هزینه‌ای که انگلستان کرده بیش از 2 برابر درآمد و صفو و منفعتی بوده که از اونجا در آورده تو طول این مدت زمانی که او اونجا حمله کرده و اونجا گرفته و اینا. یعنی اصلا صرفه اقتصادی و توجیه اقتصادی نداره که ما بگیم که خب کردن با بهانه‌های توجیه اقتصادی این کارا رو کردن، ولی اشتباه بوده. شاید هم فکر می‌کردن کاپیتالیستیه، نمیشه چیز کرد، شاید اونا خودشون لیبرال و کاپیتالیسم مدرن میدونستن، ولی واقعیت اینه که بر اساس تجارت آزاد و بر اساس لیبرالیسم شما نمیتونی حقوق فردی رو نقض کنی، شما نمیتونی بری مال یک، شما نمیتونی مستعمره استعمارگری بکنی. اینها با اون اساسی که ما داریم باش صحبت میکنیم در تضاد. خب یه آخه همین تفاوتی بحث هست. همینجاست، اصلا بحث اصلی اینه که چه کسی میگه نمیتونی. خب نمیتونی، خب طرف تونسته و کرده. اینکه نمیتونی چه چیزی خب مانعش میشه؟ نه، چه مرجعی چه چیزی مانعش میشه؟ مانعش میشه که ببینید این شرایط رو کیا انجام دادن، کی رفته استعمار مستعمره کرده؟ خود سیستم حکومتی و دولتی، قدرت فائق سیاسی که وجود داشته، خب نه قدرت از صرفاً کجا یک میاد؟ سرمایه‌دار. خب میخوام بگم که اصلا اساس کار، بنیان کار اشتباه بوده. یعنی از اساس اینی که میگید، من میخوام بگم که اون سیستم کاپیتالیستی نبوده، چون خود دولت این کارا رو میکرده، خود اون حکومت، اون مجموعه‌ای که قدرت دستش بوده این کارا رو میکرده. اگر ما بخوایم یک سیستم لیبرالیستی داشته باشیم، وظیفه دولت اینجا میشه که این کارا رو نکنه. وظیفه دولت اینجا میشه که با تمام دنیا ارتباط درست برقرار کنه تا بتونیم تجارت بکنیم با تمام دنیا. یعنی در آخه لیبرالیسم وظیفه مهمترش حفظ منابع مالی و بازار خودشه، همون دولت. به هر حال این مقدم بر اخلاق دیگه. یکی نه یکی نه من نقض میکنه نمیدونم اون چرا موقع. شما نمیدونم چرا شما فکر میکنید که این که یکی از وظایف دولت حفاظت از دارایی‌ها و اموال مردمی که کسی بهش تجاوز نکنه، این رو چرا در تعارض با مثلا فکر میکنید این باعث میشه حقوق فردی یه آدمی بیرون این مجموعه نقض بشه؟ درسته که شده، ولی من دارم میگم اون اتفاقی که افتاده بر اساس کاپیتالیسم بازار آزاد و بر اساس لیبرالیسم کلاسیک نیست. بر اساس بازار آزاد شما اگر به مواد اولیه نیاز داری، اصلا شما بر اساس بازار آزاد یک کالا تشکیل شده از مجموعه ای از چیزهای مختلف کوچیکتر که هر کدومشون از یه جایی اومده.
یه جایی تولید شده. شما باید بتونی روابط خوبی داشته باشی تا بتونی این کالاها رو هر کدوم رو بهترینش رو از نزدیکترین جاها و به بهترین روش برای خودت فراهم کنی. بنابراین وقتی در جنگ و استعمارگری باشی این داره مختل میشه. حالا شما میگی که این اون رو نقض میکنه، برای اینکه اینا رو دارید یکی در نظر میگیرید. ببینید سرمایه‌داری مرکانتیلیستی و استعمارگرایانه و امپریالیستی سرمایه‌داری بازار آزاد نیست، لیبرالیسم کلاسیک نیست. فکر کنم باز دوباره میخوریم به همون موضوعی که اصلا نه نه ما نه اومانیستی. نه 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 شما این رو اشتباه نگید. ببینید چون ما داریم میگیم آقا توی لیبرالیسم کلاسیک کاپیتالیسم دولت باید قدرت محدود داشته باشه. توی این اتفاق دولت خودش داره میاد دخالت میکنه، دولت داره میاد میره بقیه جاها این کارا رو میکنه. خب این که اصلا برخلاف اصول بنیانی اون چیزیه که ما داریم راجعش صحبت میکنیم. ما داریم میگیم دولت نباید دخالت کنه توی اقتصاد. چرا نباید دخالت کنه توی اقتصاد؟ چون اگه دخالت بکنه شاکله اقتصاد رو به هم می‌ریزه، چون اقتصاد به صورت طبیعی و خودانگیخته به بهترین وجه کار میکنه. من میخواستم به این وقت داریم من به این نکات خیلی خیلی اساسی و مهم اشاره کنم. 3 دقیقه از وقتمونم گذشته. گذشته. خب من فکر میکنم که بهتره یه برنامه دیگه ای داشته باشیم حالا در آینده، بله چون حتما موضوع باید خیلی داشته باشیم. زیاده. به هر حال جایگاه پول، جایگاه بانک، اصلا چه کسی مسئول دقیقاً ایناست دقیقاً و دولت، همه اینا باید مشخص بشه. اصلا اتحادیه کارگری این اصلا ما وسط کجا میرن، چی میشه، حقوق کارگر این دقیقاً وسط چی میشه و تمام اینها. خب به هر حال موضوعاتی همه است اینا که مسئله میشه است. ساعتها توضیح داد و در موردشون صحبت کرد. به هر حال اشکالاتی که هست و میگم نقاط ضعف و قوتش رو باید بررسی کرد تا دقیقا متوجه بشیم. حالا بیشتر این بله برنامه سعی کردیم مقدمه‌ای باشه بر همین موضوع کاپیتالیسم و لیبرالیسم و اینکه اولا که آگاه بشیم اول با اون مکاتب و چیزی که دارن میگن و بعد بپردازیم به اینکه مقایسه کنیم، چون ما اولا که تو برنامه‌های اولیه قصد و مقایسه کردن مکاتب نیست، بله فقط میخوایم بدونیم چی هستن و چه اشکالاتی دارند و کجاها بشناسیم. تکیه اصلی اینه که بله کجاها مشکل دارن این مکاتب. خیلی ممنونم. حالا صحبت‌های نهایی فکر می‌کنم 2-3 دقیقه اگر جمع‌بندی داشته باشیم خیلی عالی میشه. زنده باشید. زنده باشید. خیلی خیلی متشکرم. بله آقای قراداغی حتما. آقای مهندس ما حتما باید یک برنامه دیگه داشته باشیم. چرا که من خواستم بگم که بازار چطور کار میکنه و این کاپیتالیسم بازار آزاد که میگیم یعنی چی، چرا باید آزادش بذاریم، چرا میگیم خودش بهتر کار میکنه، بهتر از اینه که، یعنی بعد خواستم بنیانهای اخلاقیشو بگم و اینا همه یعنی من همه مطالبی بود که آماده کرده بودم که صحبت کنم راجعشون، ولی خب حدس میزدم که نمیشه توی 1 ساعت به اینا آره اشاره کرد. متاسفانه. آره حتما تو آره برنامه‌های مطالب بعدی مفصل. دوباره میذاریم آره حتما. برنامه در این رابطه. بله حتما باید بذاریم، چرا که الان نمیشه، یعنی خیلی از مطالبی هم که گفتیم ناقص موند و مبهم میمونه برای دوستان. بعد این رو کامل توضیح بدید. چرا؟ چون من اگر اونجا راجع به فرآیند بازار توضیح بدم دوستان اینجا متوجه میشن در این مسئله که دولت چه نقشی میتونه داشته باشه در این مورد. درست. فقط یه چند تا نکته رو در پایان خواستم اشاره کنم بهش. ببینید لیبرالیسم هم ایراداتی داره، کاپیتالیسم هم ایراداتی داره. اصلا یکی از ادعاهای لیبرالیسم اینه که کامل و بهتری نیست، ولی میگه که به تجربه بیشترین منفعت و بیشترین پیشرفت رو حاصل کرده. یعنی ما از وقتی که میبینیم این ایده ها اومده، اقتصاد مدرن اومده، بشر هیچ وقت مثل الان ثروتمند نبوده، بشر هیچ وقت مثل الان مرفه نبوده به صورت کلی و عمومی. و خیلی، یعنی ما اگه بخوایم از فواید این داستان بگیم خیلی زیاد و بعضیش واقعا شگفت انگیز و معجزه آساست.
وقتی ما میبینیم که مثلا حتی یه دست فروش، حتی یک گدای توی خیابونای تهران هم یه گوشی هوشمند داره که تمام اطلاعات دنیا در دسترسش هست. اینا همه از البته به قیمت جان معجزات. خیلی از آدمای دیگه، این رو هم مد نظر داشته نه باشه. نه، ببینید ویژگی اقتصاد آزاد اینه که یکی که ثروتمند میشه به بهای فقیر شدن دیگران ثروتمند نشده. امروز این آقای جف بزوس صاحب آمازون که این همه ثروت داره، دومین سومین نفر نمیدونم ثروتمند جهانه، دیگران رو فقیر نکرده، که پول دیگران رو نگرفته، نه، یه خدمات جدیدی رو داده که اون خدمات دیگران خواهانش هستن و اون رو در بالاتر همینجور داره کیفیتش رو، اون در واقع خدمات دهیش رو بیشتر میکنه و اینطوری هم داره اشتغال و ثروت رو تولید میکنه، هم اشتغال ایجاد میکنه، هم خودش ثروتمند میشه. حالا منفعتی که خودش داره میبره خیلی بیشتر از منفعت دیگرانه. خب بله، این نه، چیز منظور واضحه. من چیزی که گفتم بیشتر در رابطه با همون موبایلی بود که گفتی، به خاطر اینکه به هر حال برای همون موبایل زندگی کارگران در نظر گرفته نمیشه که اون رو تولید میکنن و کشورهایی که استعمار میشه و بله دولت‌هایی که خواه ناخواه به نفع اون سرمایه‌دار به وجود میان تا بتونن اون مواد اولیه‌ای که توی موبایل استفاده میشه اون رو به راحتی به دست بیارن و در واقع چپاول کنن به بله زبان بله مخالفین. بله همه این ایرادات هست و خیلی از این ایرادات وارده. فکر میکنم بیشتر منظورتون توی به اون ماده لیتیوم چیه که خیلی بله، میگن خطریه، این چیزا هم هست. لیتیوم درسته؟ لیتیوم البته یکی از موادشه. به هر حال خیلی از موادی که یکی توش از داره اون. استفاده میشه از کشورهای مختلفی میاد که از جمله افغانستان که عزیزان بله همزبان ما توش اینا دارن. اینا اینا همه ایراده، اینا همه اشکال، اینا همه بهش نقد وارده. قرار نیست ما این چیزا رو توجیه بکنیم و اگر که داره به بهانه‌های اقتصادی انجام میشه مسلماً که اشتباس رو باید جلوش گرفته بشه. ببینید ما داریم راجع به اندیشه و ایده صحبت میکنیم. ممکنه که آدما عکس‌العمل‌ها و واکنش‌های مختلفی داشته باشن تو جاهای مختلف، ولی ما می‌خوایم ببینیم اساس و بنیان و شاکله کلی این اندیشه‌ها و مکاتب مختلف چی هستن و چی برای ارائه دارن، چرا یکیشون رو انتخاب کنیم، چرا یکی از یکی دیگه بهتره. خب خیلی مطالب آقای قره‌دقی موند. حالا امیدوارم دیگه به خاطر هفته‌های همون آینده ما گفتم بتونیم یه حتما برنامه یک دیگه هفته داشته دیگه. باشیم. آره، یا حالا این میشه مقدمه‌ای برای همون مقدمه در واقع باشه. آشنایی با درسته، در آشنایی با همین بله مکتب و حالا حتما سعی میکنیم یه برنامه دیگه هم داشته باشیم. نه تنها یه برنامه های مختلفی میتونیم داشته باشیم. حالا بعد از اینکه با مکاتب دیگه آشنا شدیم دوباره میتونیم اینها رو بیاریم و با هم به چالش بکشونیم. حتما. ولی اولین و مهمترین مسئله اینه که اول بشناسیم که اصلا چی هست، اون شاکله، اون اساس این مکتب چی میگه، حرفش چیه و به چه چیزی معتقده و حتما بعد بیایم نقدش کنیم یا تاییدش کنیم. همینطور. خیلی ممنون. فقط خیلی مطالب. من فقط خواهش من فقط بفهم. یک نکته آخر رو بگم به عنوان نکته طلایی که ببینید از این ایده های موجود، از این مکاتب موجودی که تا به حال معرفی شده، تنها مکتبی که به حقوق فردی و حقوق آزادی انسانی احترام میذاره لیبرالیسم کاپیتالیسم. همه این مکاتب در واقع جمع‌گرا هستند و میگن آقا یک جامعه داریم، یک گروهی داریم، منفعت این گروه هم یه عده‌ای تعیین میکنن و میگن شما دیگه جزء این گروهی، یعنی منافع تو منافع این گروهه، نمیتونی برای خودت فکر کنی، برای خودت تصمیم بگیری، بری سراغ علاقه‌مندی‌های خودت یا هر چیز دیگه‌ای. و این آزادی‌ها و اختیارات از تو گرفته میشه به بهانه و اسم منفعت جمعی و منفعت جامعه و چیزهای دیگه، در صورتی که نه منفعت جامعه اینجوری تامین میشه نه منفعت افراد. این خیلی نکته مهمیه که بر اساس حقوق فردی و بر اساس شناخت انسان، چون عکس العمل و واکنش های انسان هم، انسان موجود عقلانیه، بر اساس واکنش های عقلانی عمل میکنه و رفتار میکنه و تنها مکتبی که به این احترام میذاره و انسان رو، یک آدم عاقل نه یک آدم ابله که باید اون رو تغییر بدن و ترازنوین کنن و بهشتیش کنن یا هر چیز دیگه، یا آقا انسان همینی که هست
حریص هست، یه سری ویژگی همینی که هست باید بشناسیمش و بهترین چیز براش اینه آزادی‌هاش هم باید حفظ بشه با حفظ آزادی‌های دیگران، نه اینکه یه نفر آزاد باشه هر کاری. اون منظور از آزادی این نیست که تو جلسه بعد راجعش صحبت کنیم. بسیار عالی، خیلی 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 ممنونم. حالا سپاسگزارم از شما آقای علیزاده. این تعریف رو حتما نگه دار در ابتدای برنامه بعدی که برگزار میکنیم، حتما هم به این تعریف، هم به نقد این تعریف، هم به شکافتن این تعریف رو میشکافیم ببینیم چقدر میتونه در عمل درست باشه و عمل کرده در واقع. حتما این رو بررسی میکنیم. به چالش نگیریم این چیزا رو، ایراداشون مشخص نمیشه و این بهترین کاریه که میتونیم انجام بدیم. بله حتما. خیلی خیلی ممنونم، خیلی لطف کردی که وقتت رو در اختیار ما گذاشتی، خیلی استفاده کردیم در رابطه با مطالبی که گفتی. حتما این برنامه ذخیره میشه، دوستانی که بعداً برنامه رو میبینن خیلی خوشحال میشیم که بازخوردهاتون رو بنویسید برای ما و همینطور اگه سوالاتی دارید، اگر نقد و نظراتی دارید با جان و دل میپذیریم و برای بهتر شدن برنامه ها سعی میکنیم که استفاده کنیم و به کارشون بگیریم. از همه عزیزان هم تشکر میکنم که وقت خودشون رو گذاشتن و این برنامه رو دیدن. سعی میکنیم در کنار هم یاد بگیریم، اگر چیزی یاد میگیریم با هم یاد بگیریم که بتونیم با هم جامعه رو به سمت پیشرفتی هر چند شده نسبی پیش ببریم. خیلی ممنونم جناب احمدی، خیلی لطف کردید که مطالبتون رو ارائه دادید امشب. زنده باشید. من از شما و همه دوستانی که تحمل کردن ممنونم و حتما تو برنامه بعد این مطالب رو بیشتر باز خواهیم کرد. سپاسگزارم از شما و همه عزیزان. ممنونم. شب همگی بخیر باشه. متشکرم. در پناه خرد باشید. شب بخیر.